سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 8 ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. باز یک جوان تاجیک در جنگ اوکراین کشته شد. در 3 ماه اول باز 45,000 تاجیک شهروند روسیه شدند. زنوزنی بین سربازان قرغز و ساکنان دهه مرز. در پتربورگ یک مهاجر تاجیک گلوی تاجیک دیگر را با کارد بریده است. چرا مرا شرمنده کرده؟ تفصیلات کشتار همسر جوان از سوی شوهر بدرشک در مهرآباد و اکنون تفصیلات خبرها. نظیروف احمدجان شاکرویچ سال تولدش 1995 زاده تاجیکستان که در دهه گانچنینویه بیلووی ولایت طول روسیه به وای رسید، در صف ارتش روسیه خدمت میکرد، در اوکراین کشته شده است. در این باره در فیسبوک دختر عمک او خبر داد. به گفته نزدیکانش احمدجان نازیروف را در ولایت توله به خاک سپردند. خانواده اونو تقریبا 20 سال پیش به این ولایت روسیه کوچیده بودند. اگر عمر وفایش میکرد روز 31 ماه احمدجان به سن 28 میرسید. مرکز میراتوریتس یک پایگاه اوکراینی که اعمال نیروهای روسیه را در قلمرو اوکراین ثبت و اشتراکیان این جنگ را نام به نام روی خط میکند نوشته است که نظیروف احمدجان سال تولدش 1995 در صف بتالیون چچنها یا قادروف‌ها می جنگید و با این نام و این به نام قادروف‌ها در جنایت‌های جنگی دست دارند. قبلا خبرهای به دست رسیده بود که در چچنستان زادگان آسیای مرکزی را نیز برای فرستادن به جنگ اوکراین جلب کرده ایستادند. اما نزدیکان احمدجان روز 8 ماه سال 2023 در صحبت به پایگاه خبری بامداد ادعای در صف بتالیون چچنها جنگیدن او را رد کردند و گفتند که او در صف ارتش روسیه خدمت میکرد، نه در بتالیون احمد. از اول جنگ روسیه به ضد اوکراین درباره هلاکت 10 تن از زادگان تاجیکستان خبرها به دست رسیدند. قریب همه آنها از طرف روسیه می جنگیدند. از جمله تقریبا 30 تن آنها محبوسانی بودند که از محبس‌های روسیه با وعده عفو و آزادی زود به اوکراین برده شدند. همین طور بسیاری از زادگان تاجیکستان که شهروندی روسیه را به دست آوردند در صورت دعوت شدنشان به خدمت حربی می توانند به اوکراین فرستاده شوند. همچنین در سراسر روسیه با وعده معاش بلند و زودتر گرفتن شهروندی این کشور مهاجران تاجیک را تشویق میکنند که برای خدمت حربی قرارداد ببندند. در 3 ماه اول سال 2023 در مجموع 106,320 خارجی صاحب شهروندی روسیه شدند. 44,854 نفر یعنی قریب نصف یا دقیق تر از 42% این روس‌های نو زادگان تاجیکستان بوده. در این چمپیونات برای دریافت شهروندی روسیه تاجیک‌ها امسال‌ها از زادگان اوکراین که امکان آزادانه و بدون یگان ممانعت به دست آوردن شناسنامه روسی را دارند پیش گذاشتند. این امور در حسابات وزارت کارهای داخلی روسیه تحت عنوان برخی نشاندهنده‌های وضع مهاجرت در فدراسیون روسیه در ماه ینور و مارس سال 2023 با تقسیمات به کشورها و ولایت‌ها نشر شده است. بنا به این امور در 3 ماه اول سال 2023 به حساب میانه هر روستا 500 زاده تاجیکستان شناسنامه خاکستررنگ تاجیکی خود را با شناسنامه سرخ روسیه با عقاب 2 سره عوض کردند. جالب آن است که هرچند امسال شماره عمومی طلبگاران شهروندی روسیه 35,000 یا قریب 30% کاهش یافته از 141,000 تا 106,000 کم شده است، ولی شماره طلبگاران شهروندان روسیه از تاجیکستان برعکس امسال نیز همچنان با سرعت افزایش یافته است. با وجود تهدید بردن به جنگ اوکراین و بحران اقتصادی که به دلیل تحریمات جاری کرده غرب از گریبان روسیه گرفته است، در 3 ماه اول سال 2023 قریب 45,000 تاجیکستانی شهروند روسیه شدند که این نظر به 32,000 تاجیکستانی در 3 ماه اول سال 2022 صاحب شهروندی روسیه گردیده 12,000 و تقریبا 37% بیشتر است. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه جایهای دوم و سوم را در این چمپیونات برای گرفتن شهروندی روسیه با فرق خیلی بزرگ از زادگان تاجیکستان، زادگان اوکراین و ارمنستان گرفتند. در 3 ماه اول سال جاری 22,000 زاده اوکراینی و 8,900 زاده ارمنستان شهروند روسیه شدند. یادآور میشویم سال 2022 در عموم 174,000 زاده تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شده. در سالهای آخر شماره تاجیکستانی هایی که
صاحب شناسنامه روسی شدند از 1 میلیون نفر گذشته است و چنین به نظر می رسد که با وجود تهدید سفربری به جنگ اوکراین و بحران اقتصادی در روسیه، در آینده هم عزم زادگان تاجیکستان برای دریافت شهروندی روسیه همچنان تمایل رو به افزایش را حفظ خواهد کرد. در همین حال شماره عمومی مهاجران تاجیک در روسیه امسال به شدت رو به کاهش آورده است. اگر در 3 ماهه اول سال 2022 در اداره‌های مهاجرت روسیه 1,07,516 شهروند تاجیکستان ثبت نام شده بود، در ماه‌های ینور مارس سال 2023 همگی 73338 شهروند تاجیکستان خود را در روسیه ثبت نام کردند که این نظر به 1 سال پیش 304,000 یا 30% کمتر است. رسانه‌های قرقیزستان خبر دادند که شب 6 به 7 ماه سال 2023 در نویه لیلک ولایت بادکند قرقیزستان نظامیان ارتش این کشور با ساکنان دهه مورس یا مرغون مشت به گریبان شدند. بنا به گزارش‌ها در این زدوخورد گروهی از هر دو طرف هم از جانب نیروهای وزارت مدافعه و هم از ساکنان محلی نه کمتر از 100 نفر اشتراک کردند. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است دیده می شود در تاریکی شب یک گروه کلان، اکثریت آنها در تن لباس نظامی دارند، هیاهویی را برپا نمودند. از جانب دیگر ساکنان محلی نیز جمع شدند و از این انبوه اساسی دورتر قرار دارند. بنا به گزارش‌ها سبب درگیری معامله بد یک افسر نسبت به عسکربچه شده است که گفته می شود این افسر وزارت مدافعه قرقیزستان تازه به این قسم حربی انتقال شده و نسبت به سرباز زیردست خود بدرفتاری کرده است. از بس که این عسکربچه جبر دیده زاده همین جا بوده است، ساکنان محلی به حمایت از همدیهای خود برخواستند و نظامیان از افسر ارتش پشتیبانی کردند. همین طور کار در مورس تا به زنازنه گروهی کشیده شده است. بنا به خبرها دادستانی حربی با تحقیق ماجرای مورس آغاز کرده است. مورس در فاصله تقریبا 25 کیلومتر از نویه لیلک با نویه باباجان غفورov ولایت سوخت تاجیکستان جایگیر شده است. بدرفتاری در ارتش خاص تقریبا همه ارتش‌های کشورهای شوروی سابق است. اخیراً در اینترنت ویدیو نشر شد که در آن لحظه لطکوف و مناسبت تأخیرآمیز از جانب سربازان سابقه‌دار نسبت به سربازان نودعوت در کمانداتور رقم 1 وروخ در مرز تاجیکستان با قرقیزستان ثبت شده است. داستانی کل تاجیکستان به دنبال خبر داد که در رابطه با این ویدیو 5 سرباز بدرفتار و همچنین فرمانده کمانداتور رقم 1 وروخ برای راه دادنشان به چنین حالت به حبس گرفتند. به آنها همچون جزا تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. شاهجهان فتایف ساکن 28 ساله جماعت حیات نو نویه جبار رسولوف به کشتار همسر 23 سالش ددبای و گلچرای با بیرامی مخصوص عیبدار می شود. اکبر شریفی سخنگوی رئیست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت روز 7 ماه سال 2023 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی میلیسیا خبر میدهد گفت این حادثه ساعت 12 شب 26 اپریل سال 2023 در زمینه رشک و بدگمانی رخ داده است. این در حالی است که شاهجهان گلچرای را دوست داشته گرفته بود ولی بد رشکی سبب ویران شدن محبت بین آنها گردید. خود شاهجهان در این گزارش نقل میکند که به همسرم گفتم که چرا این کارو کردی و مرا در بین مردم سرپست کردی. وی خندید و مرا مزاح کردن گرفت. بچه کوتاهی را دادن همسر این مرد بدرشک معلوم نیست ولی وزارت کارهای داخلی قبلا گفته بود که فتایف در داخل اجره با تلفن گپ زدن همسرش را دیده به غضب آمده است. بنا به گزارش اکبر شریفی فتایف و همسرش همان شب نحس 26 اپریل بعد چندین مدت نامرسایی در حوله خانه گلچرای در کوچه بایروف شهرک میرآباد مرکز نویه جبار رسولوف وا خوردند، اما کوشش به افاقه آوردن این جفت جوان نتیجه نداد. بحث لفظی بین آنها به مناقشه پیچید و شاهجهان فتایف با کارد به اعضای حیاتا مهم بدن گلچرای ددبای و 6 ضرب کارد زده است و گلوی او را با کارد بریده است. شورت رسولزاده مفتش داستانی نویه جبار رسولوف گفت که این مناقشه خونین در داخل خانه رخ داده بر اثر جراحت برداشتش جوان زن در همانجا یعنی در جای حادثه به هلاکت رسیده است. کارمندان میلیسیا شاهجهان فتایف را همان شب در جای حادثه دستگیر کردند
نسبت به او بر اساس ماده 104 با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی باز کردند. به این جوان بدرشک اکنون همچون جزا تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار و قصد کشتار خویشاوندان نزدیک از جمله همسران از دست شوهرانشان خبرهای زیاد به دست میرسند. کشتار یا قصد کشتار همسران از دست شوهران طوری از نتیجه های تفتیشات برمی آید اساسا در زمینه رشک صورت میگیرند. روز 5 ماه سال 2023 در یک مغازه فروش مساله ساختمانی در خیابان انگلیس نویه ویبورگ در قسمت شمالی شهر سنت پترزبورگ روسیه یک مهاجر تاجیک با کارد گلو یک هموطن خود را بریده است. پایگاه خبری پترول پترزبورگ خبر داد که جبر دیده را در حالت وزنین در بیمارستان بستری کردند و حمله‌گر دستگیر شده است. بنا به اطلاع این نشریه روز 5 ماه به پلیس پترزبورگ درباره در داخل مغازه مساله ساختمانی در خیابان انگلیس از گلویش کارد خوردن یک مشتری خبر دادند. کارمندان پلیس به جای حادثه آمده یک شهروند 21 ساله تاجیکستان را با گلوی بریده پیدا کردند. جبر دیده را در حالت وزنین با ماشین یاری تعجیلی به بیمارستان بردند. پلیس در جای حادثه باعث گرم گمان بر شونده هموطن 27 ساله جبر دیده را دستگیر کرده است. معلوم شد که هر دو مهاجران تاجیک با مقصد کار به پترزبورگ آمدند. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 11 کودکس جنایتی روسیه با اتهام رساندن آسیب وزنین به سلامتی پرونده جنایتی گشوده گمان بر شونده را به حبس گرفتند و او بر اساس این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. سبب مناقشه بین دو هموطن که به چنین عاقبت خونین آورد معلوم نیست. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 7 ماه سال 2023 در دو صدمه در استرافشان و ایسور دو دختر هر دو 19 ساله اسپتامین و دنغره به هلاکت رسیدند. از جمله روز 7 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 16:30 راننده اتومبیل تمغه BMW یونس یعقوب جان سال تولدش 1997 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت با شوروی دوشنبه خوجند چنوق در حدود شهر استرافشان به خطری حرکت را تامین کردن نتوانسته به اتومبیل تمغه اوپل زفیر تحت اداره راننده ارتقوف حمید جان سال تولدش 1991 ساکن نوع اسپتامین برخورده است. در نتیجه مسافر اتومبیل تمغه اوپل زفیر بابای و مخلصه سال تولدش 2004 ساکن نوع اسپتامین جراحت‌های جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین 7 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 12:20 راننده اتومبیل تمغه اوپل استرا رجبوف نرزولو سال تولدش 1973 ساکن نوع رودکی هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر ترسونزاده در نزدیکی جماعت دیوت سومون شهر ایسار از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد رمشای و عابده سال تولدش 2004 ساکن نویه دنغره را پخش نموده است. در نتیجه این دختر جوان جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی گفت تحقیقات حادثه‌های مذکور ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر به شمار می‌روند. تنها در 2 هفته گذشته بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان بیش از 20 نفر جان باختند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوحه خوولینگ عریضه مرد 52 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که اولهای ماه سال 2023 تخمینا ساعت 11:00 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از نزد زمین‌های نزد اولگیش یک سر چاروای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 2500 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسا معاین کرده شد که این جنایت مذکور را مرد 52 ساله ساکن همین نوحه صادر نموده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در نوحه سینا با عریضه مرد 33 ساله ساکن نوحه رودکی مراجعت نموده است که ماه آگوست سال 2022 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از نزد درآمدگاه بنای استقامتیش واقع در کوچه نصرت الله مقسوم یک عدد کمپرسور را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 2500 سامانی را تشکیل می‌دهد.
هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 30 ساله ساکن نوای فیض‌آباد که پیش با مورد 244 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان سود شده است، با گمان دزدی دستگیر کرده شد. همین طریق ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، زن 40 ساله ساکن شهر بوستان با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر گردید. نام برده 4 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 00:30 برای پنهانی از خانه استقامتی مرد 38 ساله ساکن شهر خوجند داد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ T22 و سامسونگ F13 را که ارزششان 10,000 سومانی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب شده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.